ساکنان اولین باغ حیوانات در شهر کلاب همین مرغابی‌هایند. حالا همسایه و همجنسان دیگرشان را نآوردند چونکه ساختمان باغ ادامه دارد و قفس و خانه‌های پرنده و جانوران آماده نیست. به باغ 1.5 گکتاری حیوانات در کنار کلاب در مرحله اول 21 جانور و پرنده می‌آورند، زیرا حکومت شهر برای نگهبانی حیوانات بزرگ پول کافی ندارد. همون حیوانایی که علف می‌خورن همون را انتخاب کنید. پرنده ها و حیوانایی که علف می‌خورن. برای که حیوانی که گوشت می‌خوره، او را ما نگاه کردن نمی‌تونه، زیاد قیمت می‌افتد. تاجران سخاوتمند کلاب وعده دادند که خودشان برای پر کردن باغ حیوانات و خرسند کردن کودکان شهر سهم می‌گذارند و جانوران بزرگ از جمله خرس را می‌آورند. ساکنان کلاب که فرزندان خود را برای تماشا به باغ حیوانات دوشنبه می‌آورند، خوشحالند که در شهر خودشان هم چنین جای پیدا می‌شود. اول این باغ و ترابط‌های زمانوی جوابگو باشد. اون حیواناتی که خانگی باشن، مثلا ما هر روزه می‌بینیم در خانه و سال پیش رو اون خیلی نباشد. مثلا حیواناتی که دقت جلب کننده نادر هستند، خود در کتاب سرخ بعضی‌هاشون ثبت گردیدند. همین گونه باشد بهترین می‌شود و برای تماشا نیز مردم را جلب می‌سازد. با انجام کارها از جمله تکمیل شدن قفس و خانه‌های جانوران، ممکن است باغ حیوانات کلاب ماه سپتامبر در خود را برای کودکان شهر و ناحیه‌های اطراف آن باز کند، برای کودکانی که هزاران نفرشان هیچگاه باغ حیوانات را ندیدند.